راهروهای قالین‌پوش، گلدسته‌ها، نان و نمک و البته مدحیه‌ها در ستایش جناب عالی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان. این تصویر که علامت رشد کش شخصیت در تاجیکستان است، برای شهروندان یک عملی معمولی شده است. مقامات محلی برای برگزار کردن مراسم‌های استقبال رئیس جمهور در جریان سفرهای او به مناطق کشور با هم سبقت می‌کنند و پیر و جوان برای ستایش پرزیدنت و قرائت داستان ستایشی نوبت می‌گیرند. شهریارا، صدر کل تاجیکان، سرور تاجیک و یار دو جهان، تو ابرمرد زمین و آسمان، رهبر شایسته و مرد زمان، در سیاست عاقل و فرزانه‌ای، مثل آفتاب سما یک دانه‌ای. قسمی از این مدحیه‌ها به قلم شاعر زمان خیراندیش متعلقند. قریب 100 رباعی در کلیات او در این زمینه جای دارد. خیراندیش میگوید که ایجاد چنین نظم تملق بر رئیس جمهور نیست، این یک وصف دستاوردهای اوست. زیاده از این شاعر پیشنهاد میکند که به امامعلی رحمان به مثل ترکمنباشی عنوان تاجیک سالار یعنی پیشوای تاجیکان داده شود. کوری با چشم نمایانم میگم که برای همین من یگان نیت دیگر ندارم. میبینم که آباد میکنند، خیلی 54 رباعی بخشیدم. شخصا برای من یگان دستگیری که بیوسته کند امید داشته باشم لازم نیست. کش شخصیت در تاجیکستان از سال 2000 در حال شروع شد که امامعلی رحمان دیگر باره پرزیدنت انتخاب شد و پایه قدرت خود را مستحکم کرد. آنهایی هم که پرزیدنت را در صحنه سیاسی شخصی گذرا می‌پنداشتند، از مبارزه دست کشیدند و شیوه برخورد با پرزیدنت را دیگر کردند. در طول سالهای بعدی پرزیدنت یک کتاز صحنه سیاسی شد و کسی جرأت نکرد که با او وارد سبقت سیاسی شود. عنوان جناب عالی نیز همان سالها پیدا شد. دوست صادق امامعلی رحمان محمد سعید عبیدلویف به مقامات پیشنهاد کرد که از این به بعد به پرزیدنت با شیوه ویژه مراجعت کنند. در تاجیکستان دیگر یگان جناب عالی نیست، یک تا جناب عالی داریم. این خودش است. این با ریسپوبلیکا با جمهوری عموم خاص نیست، این منارخی است. یعنی از این جهت این به بها دادن در کار که علاقه پرزیدنت امروزه با شاه برابر میکنند. در ایدئال سازی از رئیس جمهور نقش وسایط اخبار عمومی دولتی بزرگ است. در نوبت اول نقش شبکه‌های تلویزیونی دولتی. این شبکه‌ها ده‌ها نواری بخشیده به رئیس جمهور را شبانه روز پخش می‌کنند و رسالت اصلی خود را تنها در همین می‌بینند. شبکه‌های تلویزیون دولتی از واقعیت زندگی زمانوی کاملا دور هستند. کاملا به نظر من در آنجا آنها به تعریف و توصیف محدودیت نمیگذارند. آنها این گونه محدودیت هم ندارند. آنها به ما تنها این محصولات را پیشنهاد میکنند و میخواهند که ما محض در همین موضوع فکر کنیم. به نظر تحلیلگران ایدئال سازی از شخص رئیس جمهور در ذهن مردم چیزی بیشتر از مانور استراتژیک‌های دولتی نیست. حکومتداران میخواهند یک عقیده را در ذهن مردم جای کنند که به پرزیدنت رحمان تاجیکستان در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت. استفاده ابزار ایدئولوژی در حال حاضر خیلی ماهرانه به راه مانده شده است و جوانان توانمندی خود را در ایجاد کتاب‌ها درباره قهرمانی‌های رئیس جمهور صرف میکنند. جوانان و آدمان دخیل میشن. آدمایی هستند که فقط سیاهی میبینن و آدمایی هستند که فقط سفیدی میبینن. و یک گروه معین جوانان است که همیشه از استقلالیت سخن میگوید، بنده نیز از آن جمله هستم، و یک گروه جوانانی است که پیوسته مثلا از کمبودی و از داغ جامعه سخن میگوید. رهبر دولت خدمت میکنن و خدمت‌های زیاد هم میکنن. اینا آشکارا گفتن در کار. این مسئله است که اینا ما افتاد و بودمان پوشانده نمیشه. باید گفت که در رشد کش شخصیت رحمان عامل‌های واقعی نقش دارند. در نوبت اول این دلیل که دولت کاملا در دستی است. با گفته تحلیلگران صلاحیت‌های گسترده رئیس جمهور قدرت بی‌نمونه را در دست یک نفر متمرکز کرده است. با گفته آنها این روش می‌تواند شاخه‌های دیگری دولت را دچار تنزل کند. همه گونه همه نماینده‌های مثل مقامات دولتی، همه گونه نمودهای حاکمیت، شاخه‌های حاکمیت دولتی پورا از یک شخص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته است. یعنی این خودش اساسی گرفتیم قانونی شخصیت پرستی در تاجیکستان است. حاکمیت خلق را پورا به دست یک شخص آورده ما جابجا کردیم. یعنی علاقه که با یک شخص آورده جابجا میکنیم، این انکار کردن حاکمیت خلق، انکار کردن پرینسیپ تقسیمات حاکمیت دولت میشه. موسولینی، استالین، برژنف، ترکمنباشی،
این رویخط را باز هم میتوان ادامه داد. همه این نام‌ها یک وقت‌ها ستایش می‌شدند و ارج آنها تا آسمان‌ها می‌رسید، اما انجام سرنوشت آنها یک رنگ بود. بسیاری از تحلیلگران با اشاره به تغییر تفکر مردم تاجیک در عصر 21 میگویند مردم همیشه سوال می‌گذارند که مؤلفان این استراتژی غلط و بنبستی کیها هستند و چرا خود رئیس جمهور که وضع دشوار کشور را بهتر از همه می‌داند این همه تعریف و توصیف را زیر سوال نمیبرد.